درود به همگی. روی صحبت من مردم سراسر دنیا هستن. شما صدای منو از داخل ایران میشنوید. ببخشید نمیتونم صورتمو نشون بدم چون این حرفا اینجا جون آدم رو به خطر میندازه. من فکر کنم این خودش گویای همه چیزه. تصویری که شما هر روز از ایران در اخبار میبینید یا صدای نفرتی که میشنوید صدای واقعی ما نیست. ما مردم اولین قربانیان این رژیم اهریمنی هستیم. ما سالها برای آزادی جنگیدیم و امروز امید ما برای ساختن دوباره ایران در اتحاد دور یک نفر شکل گرفته: شاهزاده رضا پهلوی. حمایت از شاهزاده رضا پهلوی امروز مرز بین حمایت از مردم ایران و ایستادن در برابر ماست. ایشون تنها امید ما برای پس گرفتن ایران و تنها شانس دنیا برای صلح در منطقه و حتی فراتر از اونه. حمایت از ایشون حمایت از خواست ما برای یک آینده آزاد و دموکراتیکه، آینده‌ای که توش ایران دوستی برای دنیاست، نه یک تهدید. این دشمنی با دنیا و نفرت پراکنی علیه مردم اسرائیل حرف این رژیمه، نه حرف ما مردم. ما مردم ایران خواستار صلح و دوستی با تمام مردم دنیا، به خصوص مردم خوب اسرائیل هستیم. این صدای منه و صدای میلیون ها ایرانی مثل من از قلب ایران که شاهزاده رضا پهلوی رو تنها راه نجات ایران و رهبرمون میدونیم. نور بر تاریکی پیروز است. پاینده ایران، پاینده خاندان پهلوی، جاوید شاه.